سلام بر داداشای گلم. بچه چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه از کال آف دیوتی موبایل. آقا یافتی یه روم استایپ ما دیدیم یارو میگه 2-4 استارت کن. ما گفتیم اوکی، ما که باخت نمیدیم، بچه پایین باخت نمیده. آره چه خبر؟ خوبید؟ خودتون چطورید؟ بچه این اتچمنت دیلی که دارم خیلی حق میزنه. اصلا فاسسکوپ پیپ فایر نگاه کن، اینجا میاد اینجا تپ یه شات بزنید تپ بابا. نمیدونم چرا نمیده. حالا چرا از گیم یارو خیلی داشت گنده گویی میکرد تو لابی، میخواست که اصلا 4-4 استارت کنه، کسی نمیاد، گفت اشکال نداره 2-4 استارت کنم. گفتم اوکی. حالا تو این ویدیو زیاد مردم ولی بازم زدیم بیشترشون. یا مثلا یه داکه قشنگ زدیم، یارو این خیار افتاد. اینجا رفیقم یه اطفال این چیز میگه بیا تو یه نتونستم درست کنترل کنم، مردم اینجا. آره دیگه اینجا نکن اینجا میزنی یه دونه اینجا فایر میزنی که بخوره یه هد تمیز از این میگیره. ببین اصلا بد دارم میزنمشون. اینجا میگه اومدم تا این بگیرم بزنمش، زد من. حالا کار نداریم که یکم دیگه دارید عوضی داشت بیان میگردن که 4-2 داشتن پیدا که هیپ فایر چه قشنگ خواهد. یارو اصلا داره گان داره میکشه یکیشون. داشت با ام 42 بازی میکنه. اینجا نکنه این اشاره اینجا پرم قشنگ. یه داکه تمیزم زدم تو صورتش، دو تا مورد این خیار افتاد. بابا زنگ نزن وسط رکوردیم. آره دیگه ببین نگاه ناموسا C4 دارن میندازن گیرونه، چه یکی گان کشیده اصلا دارن بد بازی میکنن. من گفتم اوکی شاکارسی انداخت. نه حالا این ماشینه اسمش نمیدونم حالا چی، مهم نیست. انداختیم اینجا نکن همشون اینجا یه دار کدیدی جونه من، نه جونه من دار کدیدی که اومدم برم اینو بزنم، یارم زدش گیرونه انداخته بود. من اینجا نمیرم این داداش منو خیف کردیم، تیرم تموم شد، بدبخت شدم. بعد طرف اومد بک زد من. آقا من نمیفهمم اوکی 4-2 هستین بعد میده بک کن میزنید نه چه ازشه آخه. بعد دیگه اصلا خودشو این آرتیکر رو من اومدم بکشم بگم خوبی گانش دیدم نه که درد نمیکنم. نه خیلی گانه چرتی بود. اومدم اینجا بریم اینو بزنیم که این خیار دوباره انجام بیاریم چون تپ زنگ نزن بردار دارم ویدیو ضبط کنم. میگم اینجا من خری افتادیم. من یه دقیقه اوکی بچه من برگشتم. مردک زن زد چی رو خوش بیا بازی هست ریکوردی مدلش نکن. اینجا نگاه با ام جی 14 من زد گفتم اوکی داداش من رفتم کریمو کشیدم که بریم درنیش. من مولوتوف انداختم خودم کشتم. خیلی ساعتی یه ثانیه مونده تا من کیل این یارو بشم. هیچ آقا کریمو کشیدیم اولش نکنین. خیلی بد داشتم بازی می‌کردم ولی بعد زیرشم قشنگ زدم با کریم نکن. اینجا دوبس یه چیزی یعنی به من زد دیگه. اوکی داداش داری 4-2 بازی میکنی از این ور اون ورم میزنی بعد دادم میشه پلیری. نگاه کن ناموسن ترای هاردار رو نگاه. اینجا سعی کنم بزن که نگاه کن کلاس کشیده. باورت نمیشه کلاس کشیده تو روم اسنایپ با کلاس داره میزنه بعد داد میشه تو به اسنایپ پلیری. نه جان من نگاه کن چه تو میمیری. امروز چه کلاس همه چی کشیدم بازم میبازن. آخر بازی ها فقط میبازن. یه شات تمیز به این زدم، یه شات هم تمیزم به این زدم. نکن تپ یه شات دمیج، یه شات تیپایل تمیز کیل شد. یادشون اومدم بریم اینجا یه ریلوت کنم یارو ما پیتا تپ یکی به این میزنه. این خیار همه رو میندازه. یارو میندازه این خیار میفته. 5 تا پشت سر هم کمبو گرفتم خیلی تمیز و آسوده. اینم زدم کتلت کردیم، این یکی هم زدیم کتلت کردیم. این آخریه رو فکر نکنم زده باشم. آره خلاصه بچه‌ها لطفاً سابسکرایب کنید چنلم روش کنه. اگه چنل من روش کنه خیلی ویدیوها رو بهتر می‌سازم. نگاه 10 تا دیگه می‌خوایم تا ویدیو. یارو اومد نایف کرد. فشار انقدر خود اومد نایف کرد. من اوکی دیاره چه کشیدم بچه‌ها. چه دیاره حتما براتون میذارم تو ویدیو بعدی. خیلی اتچمنت حقیقتا توی زیاد نفهمیدم چیکار می‌کنن اصلا. گفتم بریم با نایف بزنیم یارو که بله با چست. ببین اتچمنت چه دیدی؟ اسکوپ بودشه روی چست. به یه دونه کیل قشنگ اینجا هیپ فایر اینو بزن. تیرام تموم شد به خاک رفتیم. ماره زد. ببین اسکوپ کوری داشت تعینکی گذاشته. این گانه رو کشیدم بچه این کلت خیلی کنه حقیقی. اینو برداشتم کشیدم اومدم این پشته کمپ کردم همه‌ش داشتم میزدم. نکن همه رو داشتم میزدم که دیگه مردم آخرشم. نکن این اومد زدم بعدیش اومد زدیم تیرم تموم شد. یه دونه اومد از این اومدم این پهباد رو بندازم که اومد دیگه با چیز اومدم یه روز دیدم پیریچ خود تو سر این مرد. نگاه خودش
اینجا کیل آخره، گفتم بزنم سیمانشون کنم بریم ویدیو بعدی. اینجا دیگه زدیم و تموم شد بازی. خب آقا این ویدیو گیم پلی دیگه است که داداشم داشت برامون میخوند. سر تو مشکل. داداش چطوری؟ خوبی داداش؟ مایکم باگه. آره خلاصه داشت برامون آهنگ میخوند و ما هم گوش میدیم. اینجا صحبت کردیم یکم باهاش، گفتیم که یوتیوبرم و اینا دارم رکورد کنم. خیلی خوشش اومد، گفت همه بچه فرمولمون میگن بیام فالو کن. حالا بچه اگه نگاه شات و نگاه جون من نستن کن نگاه کجا میام یار اینم نوزه انفور کشیده داره با گان میزنه. یکیشون دیل، ما دوتا هم دیل. نگاه پینگ رو نگاه کن جون من، جان من پینگ رو نگاه کن یهو میره بالا میاد. آره خلاصه آقا خیلی گیم حالی خوبی داشتیم. الان بچه 4 رو گرفته بودیم، بعد 4 گیم رو زدیم، حال احوال خوب کردیم، همه رو تجدید گرفته بودیم. شوخی میکنیم، امتحان خوب دادیم بچه. حالی سر امتحانا سعی کنید کمتر بازی کنید، کالاف نمیگم بازی نکنید، بازی بکنید کالاف، ولی کمتر سعی کنید که امتحاناتون رو خوب بدید. آقا گیم خیلی داره حال میده به هم، قشنگ جدیدن خیلی قشنگ. اوف دار کدید جون من به یو بوم یه دار که تمیز زد تو صورت یارو. اینجا نگاه یارو شده رفت یه اسکوپ تپ زدم تو صورتش. بعد شات عجیب میخوره، همین شات من خیلی عجیب خورد. مثلا دیدید که من یارو رد شدم پشتش زدم طرف مرد، خیلی برام عجیب بود، نفهمیدم مثلا چه جوری طرف بود، خیلی عجیبه. بعد تیرا رو اصلا طرف بغل تو میزنه ولی تو میمیری. یه دونه فست اسکوپ اینجا تو صورت این یارو میزنه که گرینیت ردشه تپ دمیج شد. پرک خیلی تاکسیکه این پرکه که با گرینیت بازی میکنی. اینم داداشم یه هد تمیز بهش زد، نوازی هم از این بر من زد. ولی یارم گفت که احتمالاً یکیشون دوتاشون احساس کنم دخترن، چون آخه یکیش اسمشون بهار بود میشه آرتور بود فکر کنم. آره اسمش الان یادم نیست درست. انشالله بریم برای اینجا یه اسلالی نره یه فست اسکوپ نمیخوره، فست اسکوپ بعدی حاجی کاور بده، کاور نزنی، کاور بده. نه بک منو بزد که فینیش یارم رو خراب کنه که نه فینیشش موافقت آمیز بود، زد یارو و خود طرفم کتلت کرد. هیچی آقا ما اومدیم این ور دیدیم که به داداش گلم یه فصل تمیز. بچه اسنایپش شاید یکم سنگین باشه آقا، زنگ نزنید ناموسا وسط وایس. آقا ببخشید وایس قطع شد. چه کات شد مگه مریض یدی تو کار نریم. ببین خیلی بد دارن بازی میکنن اونجا. فکر کنم یارو میخواد فینیشش کنه که دیدم نه من پینگ بردیدم گفتم بس فینیشش کنه که دیدیم زد یارو سیمان که کف زمین چسبیدا. ببین فست اسکوپو چی زدم مثلا زدم تو صورت یارو رفت سیمان شد کف زمین. یه فست اومدیم اینو بزنیم که باه نخواد. بخواستم قبل اینکه یارم به اینو بزنمش که نخواد شدم. اشکال نره بازم زدیمش. نکن اینجا رو نکن بوم دوتاشون میان و یه شات به این میزنی نمیخوره به خدا نکن. دیدی شات قشنگ روش دوم کم زدم گفتم اشکال نره دیگه. اینجا تیر اومدم شد یارو آمد رفت این پشت خوابیدم که داشت فینیشش کرد. اون یارو رو گرفتم زدم سیمان کردم که یارم راحت فینیشش انجام قشنگ داداشم خیلی خوبه. 3-4 بار یارو فینیش که قشنگ. اینجا نکن یه فست اسکوپ تمیز میزنه ولی ریجستر نمیشه. یارش از اون میاد عوضی بازی با گان میزنه و تاشم میزنه. آره خلاصه خیلی تاکسیک بودن، داشتن گان بازی میکردن و اینا. منم داشتم با یارو حرف میزدم وسط بازی، حواسم سر به ویدیو نبود. یه دونه این گرفتیم راحت زدم سیمانش هم کف زمین چسبید. بعدش که بعد اینجا یارم گفتش فکر کنم دخترن و اینا. گفتم فکر نکنن. گفت آخه اسمش بهار نگاه سگ انداخته. بعد من دیدی 2 شات بهش زدم و این سگ انگار هیچی به هیچی رجیستر نشد به سگش. گفتم اوکی منم کل تو کشیدم کل تبل فضلی اومدم یارو بزنم سیمان کنم که شاتو نتونستم بزنم و یارو عوضیش از این بر اومد. بعد گفتیم اوکی داداش بزنم رفیق دوره اومد ادفرند چیز داد دوست پلی داد. گفتیم اومدم یه فصل تمیز بزنم که نخورد. یه فصل دیگه زدم بازم نخورد. دیدم یارو کشته شد. آره یارم زد سیمانش که کف زمین. اینجا نکن هیپ فایر رو نگاه جان چه هیپی خوردی فشار. اینجا یه فصل اسکوپ تو شیکم این داداشم زدم. یه دونه فصل اسکوپ تو شیکم این یارو زدم دوره.
که دیگه لاتی نکنه برای ما گان بکشه. آره ما خودم گانکش اعظمم. اینجا داشت عوضی در میاد دوره باش به گان میزد. من اومدم این ور یه درک بزنم که نخورد. بعد رفتم دیگه گان بکشم، گفتم نه ول کن هنوز نمیخوام گان بکشم. امتیازا نگاه کن ما به 30 رسیدیم. یه فصل تمیز تو این زدم که دیگه نه من گفتم دیگه بس، رفتم دیاره چه کشیدم با این همون دیاره که تو همون مچ زدم یارو اونا رو زدم. خیلی قشنگ میزنه دیاره چش، خیلی قویه. تا اومدم بزنمش زد یارو یویوی زد. من رفتم این در پشت یارو گان کشیدم تپ 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 زدم 43 تا دمیج داد، خیلی خوبه. اینجا اومدم خط یارو گرفتم. آره یارو زدیم خطش گرفتم. اینجا اومدم که ببینم این وریدم نه یارو شاکارسی فرستاد که بره دوره فینیشش کنه. گفتم اون کردن کاور نه اون ورایم گرفتم تپ 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 تمام یارو زدیم. اینم فینیشش کرد. یویوی زدم رفتم بالا. این داداشم که دیدیم پینگش ریده اومدم یه نمونه تو صورتش شد تمام. خیلی خوب مرسی که از این ویدیو رو دیدی. بقیه ویدیوی چنلم ببین. فعلا خدافظ.